مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت سه نابالغ با اتهام دزدی خبر داد. از جمله به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوع ظفرآباد با عریضه جوان 21 ساله ساکن نوع سپیتامین مراجعت نموده است که شب 7 دکبر سال 2022 تخمینا ساعت 23:20 شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد منزل استقامتی شده. از آنجا یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ 51 را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 3000 سامانی را تشکیل داده است. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های فوری جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ 17 ساله ساکن ناحیه ظفرآباد با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینا عریضه جوانی 22 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردیده است که 25 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 02:20 شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد مغازه خوراکواری شده. از آنجا یک چند نمود شیرینی و 390 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 10,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های فوری جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغان 16 و 17 ساله ساکنان ناحیه یاوان و شهر توز همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. از روی این حادثه‌ها تفتیشات ادامه دارد.